این اطفال افغان هستند که میخندند، کف میزنند و از خوشی شور و هیجان برپا نموده‌اند. سرکس برای لحظات غم و اندوه بعضی از این اطفال را از آنها دور میسازد. مسئولین سرکس میگویند در جریان 3 ماه زمستان سال جاری برای شاگردان بر علاوه آموزش‌های هنری دیگر آموزش‌های مختلف را نیز داده‌اند تا این اطفال بالای خود باورمند شوند. حمید روشن مسئول سرکس تعلیم و تربیه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت تا حد امکان تلاش نموده اند که اطفال خانواده‌های بیجا شده در کابل را تحت حمایت این مرکز قرار بدهند تا آنها با یکدیگر آشنایی پیدا کنند و احساس محرومیت نکنند. بده که موږ ماشومان د کمپونونو دعوت کړو ول خصوصا هغه ماشومان چې په خلمونو کې ژوند کوي هغه ته موږ دا دعوت ورکړو چې په دې کورس کې سمونی سي په دې کورس پروګرام کې دوی مختلف برنامې درلودل لکه تعلیمي دینی ورزشي سپورتي او دا نتیجه موږ ټول ته ښکاره کړه چې ماشومانو د کمپونو کې کوم ماشومان دي هغه هم د توانایي لري استعداد لري که چې د دوی ته زمينه مساعد شي نو کولای شي دوی آینده کې خوش شخص سره وي. در افغانستان در مورد مشکلات اطفال گزارش‌های زیادی تهیه شده است، اما کم دیده شده که برای آنها زمینه مساعد شود تا استعدادهای خود را نشان داده و از سوی فامیل نیز تقدیر شوند. در نشست روز سه‌شنبه سرکس شماری از اطفال افغان در روی استیج استعداد خود را به نمایش داده و لبخند را بر روی لب‌های اعضای فامیل خود پدیدار نمودند و با چشم امید به آینده کشور می‌دیدند. اطفال فارغ شده از این مرکز به رادیو آزادی گفتند که از زمستان به خوبی استفاده کردند و در این مدت کارهای زیادی را آموختند. بسیار فایده با ما هم کرده و به اطفال خود مرکز کابل و ولایت‌های مختلف افغانستان بسیار زیاد فایده کرده. اما ما از بسیار خوش هستیم که حرکت‌های بسیار جالبی را با این مردم معلوم کردیم و از توجهشان بسیار خوش شدیم که امروز ما آمدن و ما بسیار خوش شدیم. کلانای ما آمدن، پدرها مادرای ما آمدن، خواهرای ما، همشیرای ما کلگیشان آمد و از ما بسیار تشکری هم کردن، خوشم شدن. فرید دوستان خیلی کم نراغله ما څنګه تاسو وینئ مونږ دلته سرکس ته راځو د زمي د پاره دلته درسونه وایو او څنګه چې جمناستیک داسې ډېر شیان دي مونږ دلته راځو همیشه خوشحاله یو او نن چې تاسو ګورئ دا جشن د دې دپاره ده چې د دوی مور و پلار راشي د دوی زامنو زحمتونه ویستلي د دې هغه ثمر وویني. سچای باشمی هستم. من امروز که در فاینال ها که اشتراک کردم بسیار خوش هستم و خوش می باشم که به هموطنان خود به زبانشان لبخند بیارم. در کنار حقوق اطفال در افغانستان، حق دیگری که به آن رسیدگی نشده ایجاد برنامه‌های تفریحی و فرصت مناسب آموزش در مکاتب است. به اساس معلومات سرکس تعلیمی و تربیتی افغانستان، در حالی که میلیون‌ها طفل به حمایت جدی ضرورت دارند، آنها فقط توانستند که در مدت 13 سال گذشته 3 میلیون طفل افغان را تحت حمایت خود قرار دهند. کارشناسان میگویند اگر نهادهای حمایت از حقوق اطفال و برخی از نهادهای حمایوی این بخش به جای شعار از عمل کار گیرند، به حقوق و خواسته های ابتدایی اطفال افغان رسیدگی خواهد شد. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.